روز شما بخیر باشد همراهانی که این لحظه ما رو تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم در آغاز یک روز نو در خدمت شما. امروز شنبه است 29 سپتامبر و امیدوارم که امروزتان را خوب شروع کرده باشید. هر کسی که روز استراحت دارد برای شما استراحت با فراغت میخوایم. هر کسی در کار و یا درس است برای کار و برای تحصیل. و من در چند دقیقه برای شما چند خبری دارم که میخواهم با شما این خبرها رو در میان بگذارم و مطمئنم که در این چند دقیقه ما رو همراهی خواهید کرد. خب شروع میکنم از خبرهای تاجیکستان. امالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در دوشنبه ملاقات کرد. پوتین برای اشتراک در نشست سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل به تاجیکستان آمده بود. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید امالی رحمان و ولادیمیر پوتین وضع و دورنمای مناسبت‌های دو کشور را بررسی کردند. به قول منبع امالی رحمان گفته است تاجیکستان به رشد و گسترش بیشتری همگرایی با روسیه هوسمند است و این کشور را شریک کلیدی و استراتژیک خود در مناسبت‌های بین‌المللی می‌داند. امالی رحمان و ولادیمیر پوتین همچنین بنیاد مکتب‌های روسی در تاجیکستان و فراهم آوردن امکانات بیشتر به جوانان تاجیک برای تحصیل در مکتب‌های روسی و جلب آموزگاران روس زبان از روسیه را بررسی کردند. در عین زمان سفارت ایران در دوشنبه میگوید که وزیر کارهای داخلی تاجیکستان حمله خونین به یک پرد نظامی در اهواز را محکوم کرده است. در حمله روز شنبه گذشته در اهواز ایران 25 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در این باره رسما اطلاع نداده است، اما سفارت در وبسایتش نوشت این حرف را رمضان رحیمزاده روز 24 سپتامبر در ملاقات با سفیر ایران حجت الله فغانی بیان کرده است. منبع میگوید در این ملاقات وضعیت فعلی و راه‌های گسترش روابط دو جانبه بخصوص میان وزارت‌های داخلی در بخش مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تبادل نظر شد. به نوشته سامانه سفارت ایران، رحیمزاده حادثه تروریستی شهر اهواز را دهشتناک نامیده به ضرورت گسترش همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تاکید نموده است. تاجیکستان و ایران طی تقریباً 3 سال باز مرحله مشکلی همکاری را پس سر می‌کنند. این وضع در پی دعوای مالی بر سر پول‌های گویا گم شده میلیاردر بابک زنجانی و حضور رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در کنفرانس تهران به وجود آمده است. تاجیکستان همچنین ایران را در قتل افراد سرشناس در سالهای 90 تبلیغ مذهبی شیعه 12 امامه و سرمایه‌گذاری حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی متهم کرده است، ادعایی که تهران تا به حال آن را رد می‌کند. و وزارت مدافع روسیه میگوید روز 27 سپتامبر در قلمرو 7 کشور ایدم تمرین نظامی مدافع ضد هوایی آغاز یافت. تمرین در حریم هوایی روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان دایر شد. وزارت مدافع روسیه می‌افزاید که هواپیماها به اصطلاح مانورهای هوایی گذراندند و نظام مدافع ضد هوایی حرکت آنها را تحت نظارت قرار داد. به قول استاد فرماندهی روسیه در تمرین تخمیناً 100 هواپیمای کشور های نظامی مدافع مشترک ضد هوایی اتحاد دولت‌های مشترک بیش از 160 واحد رادیوتکنیکی و 40 واحد ضد حمله‌های هوایی اشتراک کردند. خب خبرها رو با نوگانی‌های جهانی ادامه میدیم. روز پنجشنبه 27 سپتامبر مقامات هلند 7 نفر را با اتهام تحریضی حمله توسط سلاح آتشفشان، نارنجک و کمربند سرشار از مواد ترکنده بازداشت نمودند. اداره دادستانی گفت که از بین 3 نفر قبلا برای کوشش پیوستن به گروه‌های جنگجوی مستقر در خارج بازداشت شده بودند. یک عراقی 34 ساله با رهبری این گروه متهم می شود. او سال 2017 از هلند به خارج سفر کرده تلاش ورزیده است که با گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی همراه شود. مقامات می‌افزایند که بازداشت شده ها از 21 تا 34 سال دارند و در 4 منطقه هلند دستگیر شدند. با گفته همین منبع ماه‌های آخر فعالیت‌های گروه زیر نظر نهادهای امنیتی بوده است. در اظهارات اداره دادستانی تاکید شده است که متهم در جستجوی مسلسل کلاشنیکوف، نارنجک و دیگر مواد ضروری برای تهیه بمب بودند. طبق معلومات نهادهای امنیتی گروه هدف داشته است که در خاک هلند حمله پرقربانی راه اندازی کنند. ماه گذشته یک مرد افغان در پایگاه مرکزی روی آهن امستردام 2 سیاح آمریکایی را با کار زخمی کرد. سپس پلیس او را از سلاح آتشفشان مجروح نمود.
وکیل پارلمان قرغیزستان کنژبک بوکویف در جلسه 27 سپتامبر توجه حکومت را به وضع آبانبارهای این کشور جلب کرده پیشنهاد نموده است که منابع آبی فروخته شود. در آبانبار کیروف ولایت تلاس 2000 هکتار زمین زیر آب مانده است. ما آب را آنجا جمع کرده به قزاقستان میدیم. بله، بیش از 90% آب را قزاقستان و ازبکستان رایگان استفاده میبرند. حکومت باید مسئله طلب پول آب را بررسی کند، گفته است بوکویف. و گفته وکیل در خود ولایت تلاس به دلیل نارسایی آب نرخ محصولات کشاورزی به طور نظررس پایین رفته زحمت کشاورزان را روی پوش نمیکند. آبانبار کیروف سال 1975 بنیاد شده است. در آن تا 550 میلیون متر مکعب آب جای خواهد شد. قرغیزستان تنها 12% آب آن را استفاده کرده، باقی را به قزاقستان میدهد. قزاقستان در عوض آب همساله آبانبار را به مبلغ 70 میلیون تنگه یعنی بیش از 194,000 دلار تعمیر میکند، ولی جانب قرغیزستان میگوید این پول کم است. خب بازم برمیگردم به خبرهای تاجیکستان. بانک جهانی در یک گزارش تازه خود معین کرده است که میزان نابرابری اجتماعی در تاجیکستان در منطقه از همه بالا است و فرق بین دارا و نادار در کشور تا رفت بیشتر می شود. فرق دارایی میان ثروتمندان و قشر نادارا ریاست امور دموگرافی و اجتماعی آژانس امور تاجیکستان چنین میکند. بر پایه سنجش آخرین درآمد 10% قشر دارای اهالی کشور نسبت به 10% نادارترین 34 برابر بیشتر است. تحلیلگران در تاجیکستان میگویند فرق درآمد قشر ثروتمند و نادار به یک نقطه خوفناک نزدیک می شود. حاجی محمد عمر و دکتر علوم اقتصاد میگوید حکومت به مسئله نابرابری اجتماعی باید توجه کند، چون تجربه جهانی نشون میدهد که تا رفت بیشتر شدن ثروت قشر دارا و برعکس کاهش درآمد ناداران میتواند باعث سر زدن حادثه‌های ناخوش در جامعه گردد. عمر میگوید به خاطر کاهش دادن نابرابری اجتماعی حکومت را ضرور است شیوه اندازبندی را در کشور بازبینی کند. به تاکید او عین زمان میزان اندوستانی چه از مردم ثروتمند و چه نادارها در تاجیکستان یگانه است. سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی بالا بودن میزان انداز را در تاجیکستان تصدیق میکنند. در حال حاضر بنا به گزارش سالانه دوینگ بیزنس میزان اندازبندی عمومی یعنی تناسب بین فایده و اندازهای مختلف در تاجیکستان 81.8% است و تاجیکستان از لحاظ گرانی بار مالیات در جهان در جای سوم قرار دارد. مولوده عبدالخیر و شهروند 26 ساله تاجیکستان که 3 روز باز همراه مادر و 4 تاجیک دیگر در فرودگاه دهلی هندوستان در مانده بود رها گردیده است. عبدالخیر و باید روز 2 اکتبر امسال با یک جوان هندو در دهلی ازدواج کند. مسئولان سفارت تاجیکستان در هندوستان روز 28 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند که در برابر مولوده عبدالخیر و مادرش و 4 شهروند دیگر کشور نیز شام پنجشنبه آزاد شدند. قبلا آنها با بهانه کمبود در سندها و نداشتن بلیط بازگشت به تاجیکستان در راستای دپارتاسیا یا اخراج از هندوستان قرار داشتند. همصحبت ما در سفارت گفت که آنها برای رهایی شهروندان پافشاری کرده در تهیه سندها کمک نمودند. سردبانان هند به مادر مولوده عبدالخیر و 4 شهروند دیگر تاجیکستان اجازه ندادند که به کشور وارد شوند. مولوده روز 25 سپتامبر با کمک مادرش رفت ولی خودش را بازداشت کردند و 3 روز در منطقه ترانزیتی قرار داشت. مقامات هندوستان به مولوده گفتند که حجتش کمبود دارد و باید از این کشور خارج شود. او روز 27 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که 1 سال باز در دهلی کار میکرد و همه سندهایش درست بود. خب مولوده امید داشت که مقامات هندوستان او را درک کرده از کشور خارج نمیکنند و مراسم تویش را به هم نمیزدند. مولوده میگوید به هندوستان برای تحصیل آمده بود، پس از تحصیل کار پیدا کرد و در دهلی ماند و حالا میخواهد با یک جوان هندو که یکدیگر را گفته او دوست داشتند ازدواج کند. در نوبت خود این جوان تلاش کرده است که از دپارتاسیا شدن عروس شونده‌اش پیشگیری کند. ضمن مقامات تاجیک میگویند نزدیک به 50 شهروند تاجیکستان در هندوستان شوهر کردند و در ایالت‌های گوناگون زندگی میکنند. ازدواج تاجیکان با شهروندان هندوستان کم ثبت می شود. از روی آمار رسمی در نوبت اول هنگام برپا کردن عائله شهروندان تاجیکستان به نکاح با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده، بعداً با شهروندان روسیه عائله برپا کردند. بعد در زینه‌های بعدی شهروندان افغانستان، ایران، ترکیه، آلمان، بریتانیا، آمریکا و اینچنین چین قرار داشته است. سال گذشته حدود 300 زن تاجیک با خارجی‌ها ازدواج نمودند. خب با امید خبرهای خوب بینندگان عزیز من با شما خداحافظی میکنم و
تشکر میگویم که این چند دقیقتون رو با ما بخشیدید و فردا شما رو بازم در نوگانی های بامدادی منتظر میشوم و فکر میکنم فردا نیز ما رو حتما همراهی خواهید کرد. روز خوب داشته باشید و خدا نگهدار.